به نظرتون یکی از مهمترین وسایل یه گیمر چیه؟ خب وقتی تایم زیادی رو یه جا میشینی بعد یه مدت میبینی که کمردرد میاد بالا سرت، میای به خودت میگی که دارم با خودم چیکار میکنم مثلا. به قول یه بزرگی ما داریم زحمت میکشیم آقا چرا اینجوری شو. اینو بگم خیلی صندلی خفن هست. من توی این ویدیو یکی از خفن تریناشو تازگی گرفتم. میخوام همین الان با شما بریم با هم آنباکسش کنیم، بریم ببینیم که چی جوریه، چه فرقی داره با صندلی گیمینگ، بازیم قوی تر میشه یا نه. خب همونطور که میبینین یه دونه جعبه به نسبت بزرگی کنارمه. اگر گفتین چیه جایزه ندارین. تو چقدر نمک. آنباکسینگ تا حالا نکردم آقا، زیاد مسلط نیستم با آنباکسینگ. فقط اینو بهتون بگم که یه صندلی گیمینگ جدید اومده به خونمون. منی که با این صندلی تونسته بودم 3 دوره قهرمان جهان باشم و 1 دوره نایب قهرمان. Have that line back there. It's lost for the lead. Goal! Goal! And an opener for Iran inside 6 minutes. Iran take the lead in this best of 5 series in the Grand. Okay, switch him to see Iran in it to tell. Tells onside. Iran are in and it's gone! بترسید رقیبا که با صندلی گیمینگ من میخوام وارد بشم. آقا بریم واسه آنباکس. چجوری بازش کنم؟ از کجا شروع کنم؟ از کجا باز میشه؟ علی آنباکسر خوبی نیستم من. از کجا شروع کنم؟ این هیچیش بیرون نمیاد. پسش آقا رنگشو دوست داری؟ این خوش رنگ هست به نظرت؟ بسته شدم. آقا ما میریم 5 دقیقه استراحت کنیم تا دوباره ادامه کارو با هم بریم. استعلام میگیرن چیه قصه من تو خوب فیت زدم منو زندم صندلی شاگرد فقط بودم بزن حاجی این وصل کردنش کار خداست. این چیه؟ باز شو بابا بس. آی حاجی من اینو 2 روز نمیتونم نصبش کنم. 8 روز باید فکر کنم و کجا شروع کنم. این چیه؟ حاجی خیلی سخته. اولا مولا بشه. خیلی سنگینه. اینم زیر فکر میکنم. پایه صندلی یه جعبه دیگه. این چقدر سنگینه. خب آقا این بود آنباکسینگ ما. ادامهش دیگه حال نمیده. بذار اتاقو خلوت کنم. معلم داداشی نگونیا تا فراشی معلم این که پایه باید باشه دیگه. تا این جینگولیا داره در میاریم. ادامهش چشه؟ این چرخ نداره؟ چرخاش نیست چرا؟ چیه؟ آنم همین چرخش تو این زمونه عشق نمیمونه عاشقی و عشق چیه؟ چه آنباکسینگ هم سخته ها. این چیه؟ 3 تا از این حاجی ناموسن دفترچه راهنما نداره؟ کارش کنم اینو من. این توش چی میتونه باشه دیگه؟ توش موزه میذاره سنگینه.
یا علی حاجی هیچ و مهره است همش. خب این دیگه کار من نیست، بحث فنی شد، اینا رو فقط میداریم این گوشه. این چیه؟ این 4 تا مگه نبود باشه؟ 5 تا چرخه چرا؟ بخوام یه دونه زاپاس گذاشتم. خب اینا از این دوست نیتروه. اینم باش نیترو میزنی پرواز میکنی رو صندلی. مثلا چیه؟ خب این جعبه هم خالی کردی. آقا تا اونجایی که من میبینم همه چی رو در آوردم دیگه. خودتون الان یه دونه عجیم میکنم خودش بس میشه. یه دقیقه وایسید من برم یه جادو بکنم برمیگردم. هرچی ناموسن سخته نمیتونم خودم برم یه کمک بگیرم. صندلی رو بس کردم میامشونتون میدم. دوستتون دارم. آقا ما برگشتیم. صندلی رو تا اونجایی که بلد بودم درست کردم، ادامه‌شو دادم تو یوتیوب ببینم چه جوریه. خیلی سخت بود ناموسن. بعد الان صندلی آماده است. آمادگیشو دارین ببینین صندلیو یا زوده هنوز؟ بیارمش. یه ذرهشو دارین تو تصویر. آماده این آقا پشماتون بریزه یا نه از صندلی جدیدم؟ یا خود پیغمبر. رندو ببین هزینه کردم دوستان واسه کیفیت ویدیوها. تقریبا یه هلوش 300 میلیونی پول این صندلی رو دادم الکی. آره دوبار دیگه این از صندلی و این وری حالا اون وری میاد اینجا. به هیته وسایل ما خوش اومدی. دوستتون دارم آقا. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم بتونم روز به روز همینجوری تجهیزاتم واسه ویدیوها واسه شما که با کیفیت بیشتر ببینین و احترام زیادی چون بهتون قائلم. خیلی محبت کردین تا اینجا ویدیو دیدین و همینجوری کل ویدیوهامو حمایت کردین. دوستتون دارم. ان شاءالله با هم میتره کنیم و خانواده‌مون رو بزرگ و بزرگتر می‌کنیم. چاکس.